سوال یکمشان این بود که به گروبچه ها از مگزین ها در آمده طعام خریده دادن اجازت است یا نه؟ اجازت است، ولیکن با این از ذمه شما اگر صدقه کردنی باشید یک مقدار معین، صدقه ساقط نمیشد، برای آنکه صدقه باید به مسکین، به فقیر، به فرزندان آدم، به مسلمان ها باشد علل خصوص. و لیکن اگر به گربه یا سگ یگان اگر طعام یا یگان آب دهد، آدم ثواب میگیرد. لیکن وقتی که یک برادر خودتان به یک برده نان محتاج است، یک مسلمان مثلا به 1 سوم شما محتاج است، شما به همون پول اگر به گربه طعام دهید، این البته نادرست است. الله تعالی رزق گربه ها بر ذمه شما نیست اصلا، الا اگر همون گربه که شما در خانه‌تان حبس کرده نگاه داشتید. پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که شب اسراء و معراج از زن دیدن که یک گربه مانند کوه شده است و با چنگالاش روحای همون زنک میخراشد، زنک میگریزم گفت با چنگالاش عروش میقپد و روش میخراشد، با این چنگالاش میقپد و روش میخراشد زنک را. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و جبریل پرسیدند که یا جبریل این چی زن است و این چی گربه است؟ بعد گفتند که این زن در دنیا همین گربه را حبس میکند. وای بر حال آن آدم هایی که مسلمان ها را حبس میکنند. این زنک یک گربه حبس کرده، یک گربه که پشک میگن بعضی مردم، یک پشکی که گوشتش حرام است، یعنی گوشتش خورده نمیشه، مال هم نیست، مال نیست این اصلش. مال ده اگر کسی مثلا یک گربه دزدی کند دستش بریده نمیشه، برای چی؟ مال نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که همین زنک کی است؟ حضرت جبریل گفتن که این یک زنی هست که گربه را حبس کرده است، نه طعام داده است و نه سر داده است که خودش برآمده از گیاهای زمین یافته خورد، حتی ماتت، حتی همین گربه در قفس مرده است. این حدیث دلالت میکند که اگر کسی گربه، سگ، یگان حیوان اگر نگاه دارد، البته سگ برای همه اجازت نیست، فقط برای 3 طایفه مردم سگ اجازت است، اما نگاه داشتن پشک اجازت است. لیکن اگر در خانه حبس کند و طعامش دهد، آبش دهد، گناهکار نمیشد. لیکن اون گربه‌ای که در کوچه هست و رزقش بر ذمه شما نیست، و ما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، یگان چارپای نیست مگر رزق وی بر ذمه الله است. الله وی رزقش میتید. لیکن بله بینید که واقعا گرسنه مانده است و هیچی ندارد که خورد، در این حالت گرفتار است، اگر شما هم هیچی نتید همین میمورد، بله در آن حالت دهید. لیکن البته صدقه به انسان ها را از صدقه به حیوان بالا دانید. ولقد کرمنا بنی آدم، الله تعالی در قرآن کریم میگوید که ما در حقیقت فرزندان آدم را اکرام کردیم، یعنی فرزند آدم از همه مکرمترین خلق الله تعالی هست. هر چقدر میتونید به فرزند مسلمان ها، علل خصوص به مسلمان های آنها، به فرزند آدم، به مسلمان های آنها خیر و سخاوت خود را کنید.